صفحه گوشی حسن رنگرز تن و بدن حریفای ایران و لرزون. روی صفحه گوشی مربی تیم فرنگی کشتی ایران 4 تا مدال طلا و یه لوگوی المپیک و عدد 2028 نوشته که معنیش اینه منتظر طوفان کشتی فرنگی توی المپیک 2028 آمریکا باشی. پرچاتون میریزه اگه بدونین همین الان تیمی که حسن آقا برده مسابقات جهانی به عنوان جوانترین تیم با میانگین سنی 22 سال و 4 ماه بوده. یعنی قرار حریفاشو رنده کنه. حسن آقا رنگرز دونه دونه بچه‌های تیم ملی رو با گزینش‌های سختی انتخاب کرده. نمونه اش پیام احمدی که 18 سالشه و سن و سالدارشون هادی ساروی و امین میرزازاده است که 27 سالشونه. یه نکته جالب اینه که حسن آقا رنگرز دقیقاً مثل یک پدر یا برادر بزرگتر داره هر بازی بچه‌ها رو دلداری میده. اونجا پسرم همه تلاشت رو کردی، همه این تلاشت مهمه، مردم تلاشت رو دیدم داداشتی اصلا ناراحتی نداره، ناراحتی با دیدی که که تلاش نمی‌کنه. خب صد تو گذاشتی کشتی، یه سمتش برده یه سمتش باخته. میخوام بگم قرار خبرای خوبی از کشتی بشنویم و از مسئولین انتظار داریم حمایت کنن. ما مردم هم با لایک و یه متن خوشگل از تیم ملی کشتیمون حمایت کنیم. پیج سایباندر حامی جوونای ایرانم فالو کن.